تهش تنابه داره، تهش تنابه داره دیگه. عاقبت خلاف دیگه همینه دیگه. این افراد دارای سابقه سوء کیفری هستند، یعنی سوابق محکومیت متعددی داشتند که پس از اجرای حکم و تحمل محکومیت و آزادی مجدداً داخل باندهای مواد مخدر شدند و به جنایت‌های خودشون ادامه دادند. اتهاماتی مثل قتل عمد، مقرون به آزار و تجاوز به عنف دارند که پس از دستگیری مراحل رسیدگی و تحقیقات اونها در دادسرا پایان یافته و با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست پرونده این افراد تسلیم دادگاه شده و پس از محاکمه و صدور رأی و مراحل تجدید نظرخواهی نهایتاً دیوان عالی کشور به عنوان عالی ترین مرجع قضایی کشور احکام محکومیت این افراد را تایید نموده. مرتضی چهاردولی معروف به فرزاد، جرائم: سالها فعالیت در تهیه و توزیع مواد مخدر، نگهداری و فروش 1 کیلو و 235 گرم هروئین، شرارت و اخلال در نظم عمومی. تهش میخوام بشن امثال من دیگه. یا ایران هم اگه بشناستشون، یا تهران هم اگه ازشون حساب ببره، دنیا هم داشته باشن، یه روز زندان نمیارزه. اسدالله نقدی پری، جرائم: سالها فعالیت در تهیه و توزیع مواد مخدر میان جوانان، مشارکت در نگهداری و فروش 475 گرم هروئین، موارد متعدد ایجاد شرارت، ناامنی و ضرب و جرح مردم و نگهداری سلاح جنگی. حسین میرزایی، جرائم: فعالیت در باندهای قاچاق حرفه‌ای مواد مخدر، نگهداری 640 گرم هروئین، 7 کیلو و 282 گرم تریاک، سالها تهیه و توزیع مواد مخدر میان جوانان و دارای سوابق متعدد کیفری. موادی که بوده یه 640 گرم کراک بوده، یه 7 کیلو خورده تریاک. شیرآقا تاجیک، جرائم: قتل عمد با ضربات متعدد چاقو، تجاوز به عنف، سوابق متعدد کیفری و شرارت و ایجاد ناامنی برای مردم. عاقبت کار خلاف چیه؟ آخر عاقبتش همین میدونم اینه. چی هستش؟ اعدام بابا. حمید گلرنگ، جرائم: قتل عمد همراه با ضرب و جرح و آزار، اخلال در نظم عمومی و سلب آسایش مردم. قتلم به صورت درگیری بوده، دعوا بوده، با ضربات آهن بوده و سر صورت و با خفه کردن گلو. علیرضا چوبداری فرد، جرائم: قتل عمد، 50 مورد شرارت، ایجاد ناامنی و ضرب و جرح مردم، موارد متعدد سرقت مسلحانه، اخلال در نظم و آسایش عمومی، مفسد فی الارض. عبدالرضا شهبخش، جرائم: قاچاقچی بین‌المللی، ایجاد باندها و کاروانهای مسلح قاچاق، فروش 176 کیلوگرم مورفین، 158 کیلوگرم تریاک و نگهداری بیش از 1500 کیلوگرم تریاک. 1800 کیلو تریاک و مورفین از شما گرفته شده. سهراب کمالزهی، جرائم: فعالیت در کاروانهای مسلح قاچاق مواد مخدر، نقل و انتقال بیش از 1000 کیلوگرم تریاک و مورفین، فعالیت در کاروانهای مسلح قاچاق مواد مخدر، موارد فراوان شرارت و ایجاد ناامنی. چقدر مواد مخدر توی پرونده‌ت هست؟ پرونده‌م زیاد بخش کردم. علی روشیان، معروف به طالب، جرائم: سوابق متعدد شرارت و ایجاد ناامنی، حمل و نگهداری 4.5 کیلوگرم هروئین. محمد خالقدادی، جرائم: سوابق متعدد کیفری، شرارت‌های متعدد و مزاحمت برای مردم، مشارکت در حمل و نگهداری 4 کیلوگرم هروئین.